بینندگان عزیز درود. صبحتون بخیر و شادی باد. امیدوارم طبعی خوش و بالیده داشته باشید. امروز پنجشنبه 20 دکبر است. نشر نوبتی نویدی بامدادی را با خبرهای تاجیکستان و جهان من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. نخست نظر می اندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پراگا. هوای شهر دوشنبه پس از برفریزی دیروزه یک کمی سرد شده. صبح امروز همگی 1 درجه گرم است، ولی در دوام روز تا 8 درجه گرم شدن هوا پیش بینی می شود. هوای شهر پراگا، قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی، چند روز باز تقریبا به تغییر سرد باقی میماند. عین زمان حرارت هوا 2 درجه زیر صفر است. دوام روز تا 1 درجه گرم شدن پیش بینی می شود. بیننده ارجمند، نویدی بامدادی را با خبر شروع میکنیم که حالا در سرخط خبرگزاری های جهان قرار دارد. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر پیام ویدیویی نشر نمود که در آن میگوید بعد پیروزی تاریخی بر گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در سوریه، ارتش آمریکا فوراً به وطن برمیگردد. سخنگوی قصر سفید سارا ساندرز ابراز داشت که خروجی تخمیناً 2000 افسر و سرباز نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه آغاز یافت. این خبر بعض قانونگذاران ایالات متحده آمریکا و متفقان این کشور را نگران کرده است. وکیلان هم از حزب جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات اقدام پرزیدنت ترامپ را محکوم کردند. بعضی ها گفتند که این عمل خیانت به نیروهای کرد است که در سوریه متفق آمریکا هستند. دیگران تاکید کردند که با این وسیله آمریکا پیروزی بعد جنگ 7 ساله در سوریه را بر روسیه تقدیم کرد. در سوریه آمریکا از ائتلاف عرب‌های مخالف حکومت پرزیدنت این کشور بشار الاسد و ائتلاف کردها پشتیبانی میکرد. روسیه و ایران باشند از حامیان پرزیدنت بشار الاسد هستند. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود را دایر خواهد کرد. شارحان اشاره میکنند که مشکل اقتصادی سببگار پایین شدن شهرت پرزیدنت پوتین در بین مردم روسیه شده است. کرمل خاطر نشان کرده است که پوتین بار 14 این گونه کنفرانس برگزار میکند و برای شرکت در آن 1702 خبرنگار ثبت نام شدند. عادتاً پرزیدنت روسیه کنفرانس های آخر سال را برای بهبود و اصلاح ایمیجش در داخل کشور و ارسال پیام به ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر عالم استفاده میبرد. مشکل اقتصادی و بالا بردن سن نفقه باعث اعتراضات در روسیه شده. ماه سپتامبر در انتخابات محلی شمار زیادی از نامزدهای زیر حمایه کرملین ناکام شدند. بیننده ارجمند، خبر دیگر هم که داریم از شهر مسکو است. روز 19 دکبر در شهر مسکو مرافعه دادگاهی الکساندر سیومین که در قتل هویدا تیلازاده 5 ساله تاجیک متهم می شود برگزار شد. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تیلازاده روز 19 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مرافعه ساعت 16 به وقت مسکو شروع شد. سعیدوف روز 12 دکبر از شهر کولاب به مسکو رفت، ولی خانواده الکساندر سیومین او را تهمت دارند که گویا آنها را تهدید کرده باشد و آنها با این راه میخواهند که من خاموشی را اختیار کنم، میگوید سعیدوف. مرافع الکساندر سیومین متهم در قتل هویدا تیلازاده مهاجر تاجیک در حال آغاز میشد که دادگاهی شهر سرپوخوای روسیه روز 22 اکتبر امسال مهلت حبسی الکساندر سیومین گمانبر در قتل هویدا تیلازاده را برای 2 ماه دیگر دراز کرد. وکیلان مدافع و نزدیکان او ادعا داشتند که وضع روحیش خوب نیست و باید برای طبابت به بیمارستان برده شود، ولی دادگاه قرار کرده است که او در حبس باقی بماند. هویدا تیلازاده روز 22 ایول در شهر سرپوخوا اول تجاوز و بعداً کشته شد. جسد او را کمی دورتر از محل زیستش در یک بارخالطه ورزشی پیدا کردند. قضیه مرگ هویدا تیلازاده با واکنش‌های تند در جامعه تاجیکستان و هم روسیه روبرو شد. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه هم گفته بود در مورد جزا گرفتن قاتل طفل 5 ساله تاجیک هویدا در سرپوخوا شک نیست. مقامات تاجیکستان نیز در رابطه با این حادثه شدیداً نگرانی کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه یادداشت فرستاده و خواسته بود تفتیش کامل جنایت وحشیانه که نسبت به این طفل صادر گردیده است انجام یابد و با جنایتکاری که با چنین کردار غیر انسانی روا دیده است جزای سنگین داده شود. بیننده ارجمند، رو میاریم به خبرها از تاجیکستان. یادآور میشم شما برنامه نویدی بامدادی را از رادیو آزادی تماشا دارید. دادگاه ناحیه قبادیان ولایت ختلان یک
خوشنامند را برای به خودکشی رسانیدن عروس 6 ماهه گناهکار و او را به پرداخت 15,000 سامانی جریمه موظف کرد. حکم دادگاه ناحیه 5 دکبر صادر شده الکی به اجرا درآمده است. هیچ جانب از قرار دادگاه شکایت نکرد. دادرس قضیه میگوید در مرافعه ثابت شد که عروس 19 ساله عبادت اسکندرова زیر فشار روانی روز 30 ایول امسال در خانه پدر خود دست به خودکشی زد و نامه پیش از مرگش سبب شد که دلیل قصد جان کردن عروس جوان تحقیق شود. سید محمود گلزاده دادرس دادگاه ناحیه قبادیان و قاضی این پرونده روز 19 دکبر به رادیو آزادی گفت بیبیش سعیدوی 57 ساله ساکن دهه تاجیکستان جماعت دهاتی نوآباد طبق ماده 109 کودکس جنایی یعنی به خودکشی رسانیدن محاکمه شد و در جریان مرافعه گناه او ثابت گشت. دادرس گفت که در پرونده جنایی دلیل شیعی در اختیار دارد که عذاب و شکنجه کلین از جانب خوشنامند جای داشت. در 11 ماه سال 2018 در ولایت ختلان 55 حالت خودکشی و سوء قصد به جان تنها در میان زنان ثبت شده است که در نتیجه 36 نفر آنها جان دادند. بیننده ارجمند یادآور می‌شویم شما مجله نویدی بامدادی آزادی را تماشا دارید. حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. پس از واکنش‌ها به تعیین کامبیز مهدیزاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عنوان معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران، مهدیزاده از این مقام استعفا داد. به گفته خبرگزاری‌های ایران، داماد حسن روحانی 3 روز پس از تعیین شدنش به این مقام در متن استعفانامه و به وزیر صنعت آن کشور نوشت می‌خواهد به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود ادامه بدهد. رضا رحمانی وزیر صنعت ایران گفته بود که کامبیز مهدیزاده بر اساس شایسته سالاری انتخاب شده بود و تعیین وی ربطی به داماد رئیس جمهور بودن ندارد. داماد حسن روحانی پیش از تعیین شدن به مقام رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران در وظیفه‌های کاتب ستاد رشد فناوری‌های بخش انرژی آن کشور کار می‌کرد و سال گذشته با دختر حسن روحانی ازدواج کرد و پیش از این مقام بلندی دولتی نداشت. جسد خواننده 14 ساله ازبکستانی را راهگذران در نزد منزل زیستش در شرق مسکو پیدا کردند. در پهلوی این نوجوان تلفن موبیلش افتاده بود. وی لحظه خودکشیش را با سرازیر شدن از آشیانه 16 با واسطه پخش مستقیم به کاربران اینترنت نشان داد. رسانه‌های روسیه می‌نویسند که این جوان در خانواده کامل به سر می‌برد. پدر و مادرش زادگان ازبکستان هستند. به اطلاع کاربران خدمات اجتماعی، والدان جوان گاه در ازبکستان و گاه در روسیه زندگی می‌کردند. جوان که نامش هنوز آشکار نشده است فرزند یگانه این خانواده بود. او بیشتر وقتش را با بازی‌های کامپیوتری صرف می‌کرده است. 16 دکبر هم با چنین ترتیب سپری شد. او نخست در کوچه سیر و گشت کرد، مشروب نوشید و تقریباً ساعت 21:30 به بام بینای 16 آشیانه برآمد و از آنجا توسط تلفنش مستقیما نوار نشان داد. او در لحظه های آخر عمرش گفت از همه چیز سیر شده است و همه چیز به دلش زده است و به دوستانش مراجعت کرد. نوار را مستقیما 2 کاربر شبکه اجتماعی تماشا می‌کردند. یکی از آنها تلاش کرد نوجوان را از این عزمش برگرداند، اما دومی برعکس تلقین کرد که خود را پرتاید. بعد از 3 دقیقه شهرنویسی نوجوان خود را خودکشی کرد و خود را به زمین افکند. حالا بیننده ارجمند بازگردیم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه منطقه کولوب امر داد که یک جوان 31 ساله تاجیک را که بهار امسال دختر 3 ساله و یک زن 53 ساله را با ضرب بیل کشته بود در شفاخانه جمهوری با ضرب بیل زد در شفاخانه جمهوری بیماری‌های روانی معالجه کنند. بر اساس قرار دادگاه متخصصان این شفاخانه باید خلاصه بدهند که بیماری روانی سوربان تا کجا جدی است و آیا برای اطرافیانش خطرناک هست یا نه. سوربان سلیموف روز 19 مارس سال 2018 در آستانه جشن نوروز با حمله به اعضای خانواده و همسایگان چند عائله را ماتم زده کرد. او در آن روز با بیل به سر دخترش مومگول 3 ساله زده او را کشت و دختر دوم و همسرش را سخت مجروح کرد. بعد این حادثه او را بازداشت و به قتل 2 نفر متهم کردند و محاکمه دادگاهیش روز 11 ایول شروع شد. در دادگاه منطقه کولوب به رادیو آزادی گفتند که سبب امر دادرس برای در کوکتاش جایگیر کردن سوربان سلیموف رفتار او ضمن محاکمه دادگاهی بود.
سوربان سلیموف در رفت مرافعه چند مراتبه یک باره همه را دشنام داد و همین سبب شد که دادگاه قرار قبول کرد که او را در بیمارستان بستری کنند. به قول مصاحب رادیو آزادی، بعد 2 ماه معالجه و هم خلاصه کامل طبیبان درباره وضع روانی سوربان، دادگاه درباره سرنوشت آینده این جوان تصمیم خواهد گرفت. رو آوریم به خبر دیگر. نورالله نعیموف رهبر برکنار شده طرح منزل دسترس در شهر دوشنبه به اتهام قلابی بازداشت شده است. در دادستانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که بازداشت او و 3 تن از همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزل دسترس صورت گرفته است. علیه رهبر پیشین منزل دسترس طبق ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی قلابی پرونده باز شده و تحقیقات حالا ادامه دارد. دادستانی شهر دوشنبه میگوید 10 تن از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول دریافت کرده و به خزینه این طرح وارد نکردند. دادستانی حالا از جمله باید مشخص کند که چرا رهبریت پیشین طرحی پول مشتریان را گرفته به خزینه کارخانه وارد نکرده است. ساختمان خانه‌های منزل دسترس در شهر دوشنبه هنوز سال 2013 شروع شده بود. قرار بود که ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهرداری دوشنبه با پیاده کردن این لایحه می‌خواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در مجموع کارمندان بودجتی با منزل ارزان تامین شوند، ولی با گذشت 5 سال این بنا هنوز بنیاد نشده است و ساختمانش هنوز ادامه دارد. بینندگان ارجمند، شما گاه در مورد قرب اسعار از ما میپرسید. از این رو در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو واحد پول اتحادیه اروپا 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی 139 سومانی ارزش دارد. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org قابل دریافت است. برنامه‌های نو و جالب ما در پیشند، با ما بمانید.